کامپوزیتورها برای شما آهنگا درست میکنن؟ خب در افغانستان ما از بسیار کامپوزیتورهای موفق ما را آهنگایش خواندیم که اگر نام بگیرم نام خدا دیگه شاید وقت چی نکنه. بله، ولی در این اواخر ما از وحید جان قاسمی را بسیار خوب تقریبا چند آهنگش خواندیم و از شوهرم ویس سرور آهنگای مقبول میسازن و شعرهای مقبول نوشته میکنن. از اونا را خواندیم دمی اواخر البته. خب از آثار کدام شاعرها شما زیادتر استفاده کردید؟ اتو بود که وقتی که یک کامپوزیتور در افغانستان یک کامپوز میکردن، درست میکردن آهنگ، اونا شعر خودشان انتخاب میکردن همراه آهنگ و شعر برای خواننده اونا ایره چی میکردن میدادن. بله، نظر به آهنگ انتخاب شعر از هر شاعر که بوده من کوشش کردیم یک شعر خوبش استفاده کنم. نظر به آهنگ البته بسیار خوب. برای آهنگ غم انگیز شعر سعد، برای آهنگ شاد شعر مست. از این خاطر من سوال کردم انگامه جان، چون که ما همیشه ویدیو کلیپ ها و آهنگای شما رو که میشنویم بسیار همی آهنگا به خودتان میزیبه. از این خاطر من فکر میکنم که شما هم شاید خودتان انتخاب کرده باشید. تشکر. منتها امی آهنگایی که ما در آخر ثبت کردیم این آهنگا را و کمپوزای وحید جان قاسمی بوده و اینا شعر و آهنگش اردوش مکمل کرده بر من اینا درست کردن و دادن و مخوانده میشه. یعنی خود وحید جان قاسمی انتخاب خود از اونا بوده و طبعا تقریبا شعرهایش هم زیاد از این CD که من خوانده باز خانما بوده. انگامه جان، از آهنگای خودتان کدام آهنگ شما بیشتر دوست داره؟ من همه آهنگای خود دوست دارم، ولی آهنگی که مرا در افغانستان بسیار به شهرت رساند آهنگ گل به دامان بود. گل به دامان تو هم یعنی اما آهنگای خودم من دوست دارم، ولی امی آهنگ دیگه اما تو که گل به دامان است گل کرد دمو وقت. بله بسیار مقبول هم از قشنگ. میشه که بر ما یک ذره زمزمه کنیم؟ امی آهنگ زمزمه کنیم. حتما دوستا بسیار خوشخواد شده. چرا نه؟ به خاطر خودم من خودم بسیار دوست دارم، واقعا علاقه دارم به موسیقی، به آواز شما خصوصا. حتما چرا نه؟ غنچه سرخ با باغ و گل و بستان توام، گل به دامان توام، گل به دامان توام، یک قلم چون پر طاووس چراغان توام، گل به دامان توام، گل به دامان توام. این کمپوزش از استادم نینواز هست. بله بسیار واقعا قشنگ، هم خودش شعر مقبول، کمپوز و رقم شما میخوانین دیگه 100% فوق‌العاده. خب بسیار خوب انگامه جان، من میفهم که شما یک آهنگ همراه مرحوم احمد ظاهر جان خوانده بودین. من سوال میست که چرا از طریق رادیو تلویزیون ویدیو کلیپ برشان جور نشده بود برای آهنگ قشنگ؟ راست میگین یک آهنگ بود قرار بود که ما و احمد ظاهر جان خدا مغفرتشون کنه اینا رو ما بخوانم. البته احمد ظاهر جان امی آهنگ امرای یک شعری که بود به نام آسمان خالی است خالی، این شعر خانه ما آورد امرای عبدالله جان اعتمادی که البته تبلیغش نواخته آمدن اینا رو مشق کردیم که سبا بریم در رادیو ثبتش کنیم. اتفاقا البته باز گفتن که این آهنگ باز شعرش وقتی که خواندیم دیگه شعر برش انتخاب میکنیم که بعدا خودش بازی تنهایی خواند باده ها خالی است خالی. ولی امو روزی که ما رو مشق کردیم آسمان خالی است خالی، چون گفتن که ما باید این آهنگ یاد بگیرم چون تازه بود، ولی اتفاقا نظر به شرایط روزگار که او من نمیتونم او را به مصاحبه بگویم، عالم بر شما بگویم، شرایطی بود که ما او را نتونستیم دوگانه بخوانیم،
و جالبشی بود گفت که وقتی که ما خودت دیره سب کنیم در کلیپش قسم میکنیم که من لباس زرد میپوشم خودت نسواری و یا خودت زرد بپوش من نسواری و یک خزان بسیار مقبولم دارم که در پشت سر ما میمونیم و دیکور میباشه. خب نصیب و قسمت نبود، نشد که ما در رادیویی را ثبت کنیم و یا کلیپش جور کنیم، مگر باز می آهنگ پیش ما بود، ما به مو اساس به صفت یک مثل خاطره ایره ما خودم تصویری درست کردیمش که کلیپش هم نوید جان ورکزی درست کردن در کانادا. بسیار زیباست، بسیار خوب تهیه شده. خیلی اما ایام که ثبت شده به یک تایپ بسیار خرد در خانه، بسیار پروفشنالی ثبت نشده بود. بازم فوق العاده است. ماما جان بیاین خیلی بریم یک جای به می آهنگ ببینیم. ما بسیار آهنگ مقبول است. بازم خوش آمدین به پروگرام امروز ما با انگامه جان هستیم که ما بسیار تشکری میکنیم که دعوت ما رو شما پذیرفتین و همراه ما چند صحبت تشکر از خودت. تشکر جان. انگامه جان یک چند سوال دارم از پیش شما. سوال از خدا کنه که آزرده نشین. ما میخوایم بفهمم که شما چند اولاد دارین. نه قابل آزردگی نیست، یک چیزی که همه کسایی که هنرمند خدا دوست دارن اونا میخوان بفهمن که هنرمندشون در کجاست، چی میکنه، چی کار داره، چی بار داره، چی شما چه نازنین هستین واقعا. چند اولاد داره؟ من 2 اولاد دارم، یک بچه دارم، یک دختر دارم دیگه. چند ساله هست؟ بچه ما 22 ساله است. نام خدا. دیگه دخترم هم 12 ساله است. نام کاشم چیست؟ نام بچیم احمد مسیح و نام دخترم هم سارا. بسیار خوب. انگامه جان بچه یک و دختره که تان به آوازخوانی علاقه دارن؟ بچیم علاقمند است، دوست داره، ولی فعلا مشغول درس خود است. امسال بخیر یونیورسیتی خود تمام میکنه. نام خدا تبریک باشه. تشکر. مسیح جان علاقمند است ولی خودش نمیخونه، دوست داره. ولی دخترم از سن 4 سال وقت 4 ساله بود من بردمش به کلاس پیانو. تا حال او دوام دادیم سرش، ولی همیشه مشق پیانویش هست، پیانو می نوازه، کلاس های پیانو می برمش. صدای مقبول داره، میخونه، ولی ای که باز در آینده خودش اگه بخونه نخونه او دیگه تصمیم به خودش هست. ولی که شما پرسان کردین آواز خوب داره، آواز مقبول داره، آواز خوب. غروری بنفشرم و چشمی تو بشکنم، غروری بنفشرم و چشمی تو بشکنم، سری زلف خیش را شکن کنم. شبیه دسامبر اول، تاریخ 6 دسامبر کنسرت دارم به سانتیاگو و امیدوار هستم که میشه ببینیم ما شما. بخیر دیگه حتما. دوستای عزیز باید تشکر که شما یادآوری کردین که به می کنسرت به تاریخ 6 نمی ساتردی نمی شنبه که بخیر می کنسرت انگامه جان فراموش نکنین به سالن غزل. بله که غزل خوانی ها میشه در اوجه. حتما همه شما دعوت هستین. دوستایی که در لس آنجلس زندگی میکنن، دوستایی که در سان دیگو زندگی میکنن و دوستایی که در سان فرانسیسکو زندگی میکنن، همه شما دعوت هستین. شما باید بیاین و این شو فراموش نکنین که در این شو یعنی بسیار آهنگ های قشنگ با آواز بسیار مقبول انگامه جان به خدمت شما خواهد بود. انگامه جان، من بسیار خوش بودم که امروز ما همراه شما چند صحبت داشتیم و
شما برای من یعنی که من شما را از شما خواهش کرده بودم که امروز شما مصاحبه کنم، شما گفتید. قربانت، من بسیار خوش شدم که خودت از نزدیک دیدم. برنامه همیشه میبینم، بسیار برنامه مقبول و خوب و دوست داشتنی، ولی از اینکه خودت از نزدیک میبینم بسیار خوشحال هستم. تشکر. دیگه شهر سانتیاگو بسیار یک شهر مقبول. امیدوار هستم که باز بعد از کنسرت دوگان ببینیم، یک جای بشینیم